ناگفته نمونه که در روم باستان هم مصادف با این شب جشنی به نام ساتورنیا برگزار میشه. بعدها همین جشن روم باستان با گسترش مسیحیت و رسیدن دین جدید به امپراتوری روم اعتبارش از دست نداد و صرفاً با تصویب رئیس وقت کلیسا به عنوان شب کریسمس اعلام شد. یعنی اسم این شب رو صرفاً تغییر دادن و بنا به یک قرارداد شب ساتورنیا تبدیل شد به شب کریسمس. نکته جالب اینه که آراستن کاج و سرو هم اقتباس رومیان از ایران باستان بوده، چرا که سرو در ایران باستان مظهر ایستادگی و رشادت مقابل تاریکی و سرماست و ایرانیان در خورروز یعنی روز اول دی ماه هر سال سرو یا کاج میکاشتن و عهد میکردن اگه 1 سال دیگه زنده باشن در همون روز یک نهال